در مورد وزیر کشور، خب وزیر کشور نظامی خیلی پذیرفته شده نیست، مطلوب تلقی نمیشه، ولی در بین گزینه‌های همون کمیته شورای راهبری و خود شورای راهبری گزینه نظامی هم وجود داشت که مورد قبول واقع نشد. بنابراین فردی که انتخاب شده در روز آخر انتخاب شده و توسط شخص دکتر پزشکیان بر اساس شناختی که از قدیم نسبت به ایشون داشته این کار صورت گرفته. ابتدا اطلاعات خیلی منفی در مورد ایشون تو فضای مجازی منتشر شد، ولی بعداً اطلاعات مثبت هم اومد. بر اساس هم این اطلاعات و هم گفتگوی مستقیمی که من با نزدیکان دکتر پزشکیان داشتم، اون نگاه اولیه منفی که نسبت به این انتخاب وجود داشت حداقل در من از بین رفت و الان اون نگرانی رو که الان تو سطح جامعه در بین همه وجود داره، شخص من دیگه اون مقدار نگرانی رو ندارم. شاید این اطلاعات در اختیار دیگران هم قرار بگیره، اونها هم یه مقداری از نگرانی هاشون کاسته بشه. همونطور که عرض کردم منم این گزینه رو مطلوب نمیدونم، ولی فکر میکنم در بین گزینه های مقدور مطلوب بوده، مطلوب هست. به همین دلیل نگاه من مثبت هست و فکر میکنم میتونیم انتظار داشته باشیم که این وزیر کشور متعهد باشه به وعده هایی که رئیس جمهور داده در راستای شایسته‌گزینی، در راستای به اصطلاح گشت ارشاد، در راستای نحوه مواجهه با مردم و اعتراضات مردم. به هر حال وزارت کشور پیشونی مواجهه با اعتراضات در بستر جامعه هست. این که دولت پزشکیان چگونه با اعتراضاتی که حتما با اونها مواجه خواهد شد، هم اعتراضات معیشتی، هم اعتراضات صنفی، هم اعتراضات سیاسی و هم اعتراضات اجتماعی وجود خواهد داشت. به هر حال در همه دوره ها بوده، در این الان هم شرایط برای بروز این نوع اعتراضات فراهمه و حتما دولت با این نوع اعتراضات مواجه خواهد شد. اینی که پیشونی دولت که وزارت کشور هست و نیروی انتظامی هم عملاً در اختیار وزارت کشور قرار میگیره به طور معمول، چون باید تفویض بشه از طرف رهبری، این کار صورت بگیره که حالا با یک گزینه نظامی احتمال اینکه نیروی انتظامی تحت امر این وزیر کشور قرار بگیره بیشتر خواهد شد و او بیشتر خواهد تونست کنترل بکنه نیروی انتظامی رو. شاید مواجهه وزیر کشور بر اساس وعده هایی داده باشه که دکتر پزشکیان داده توی جریان انتخابات. اگر این گونه باشه برای ما فرقی نمیکنه. من فکر میکنم که انتخاب دکتر پزشکیان اینها در نظرش بوده، قاعدتاً باید بوده باشه. به همین دلیل میگم باید صبر کنیم و ببینیم. البته انتقادها فقط به این مسئله نیست، انتقادها اینه که میگن وزیر کشور مهمترین وزیر کابینه است به دلیل اینکه نقش مهمی در تعیین استانداران، فرمانداران و بالاخره مدیران تو کشور داره. اگر جهتگیری سیاسی خاصی داشته باشه، این در گزینش تمام این مدیران اون جهتگیری ممکنه امتداد پیدا بکنه. من نمیدونم رئیس جمهور در مورد نحوه عزل و نصب استانداران و فرمانداران و مدیران استانی که در اختیار استانداران خواهد بود چه تدبیری اندیشیده که رضایت مردم رو جلب بکنه. اولا شایسته گزینی بکنه، ثانیاً رضایت مردم رو بتونه جلب بکنه. اگر اینها رو اندیشیده باشه رئیس جمهور، مهم نیست که چه کسی وزیر کشور باشه، ولی اگر نیندیشیده باشه خب به زودی معلوم میشه و اونجا دیگه پزشکیان خودش باید جواب مردم رو بده.